اگر همسرتون یه آدم خسیسه، اگه هر دفعه برای گرفتن چند قرون پول باید کلی باهاش بحث بکنید، این ویدیو برای شماست. تو این ویدیو میخوام رازهایی رو بهتون بگم که با انجام دادن فقط چند تا از اونا میتونید به راحتی هر چقدر پول که بخواید رو از همسرتون بدون دردسر بگیرید. پس لطفاً تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و برای اینکه به یک خانم جذاب با سیاست تبدیل بشید، کانال شیطونک رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. مورد اول اینه که در رابطه با نیازهای خودتون با شوهرتون صحبت کنید. شما باید با شوهر خودتون در رابطه با نیازهای مالی که دارید صحبت کنید. هیچ فردی در کره خاکی علم غیب نداره. اگر در رابطه با نیازهاتون صحبت نکنید، همسرتون از کجا باید بفهمه که چی میخواید؟ اگر واقعا نمیتونید به صورت کلامی بگید، درخواستا و نیازهای خودتون رو یادداشت کنید و بهش بدید تا حواسش باشه که چی میخواید. مورد دوم اینه که از کسی دیگه‌ای در حضور همسرتون پول بخواید. برای اینکه بتونید از همسرتون پول بگیرید، میتونید احساساتش رو جریحه دار کنید. مثلا با پدر یا یکی از آشناهاتون تماس بگیرید و بگید که به پول نیاز دارید. حتی مردان خسیس هم از این که همسرشون از کسی جز او تقاضایی داشته باشه ناراحت و خشمگین میشن. این کار گاهی باعث حسادت مردها میشه. در این مواقع شوهرتون ممکنه با شما تندی کنه. سعی کنید که آرامشتون رو حفظ بکنید. وقتی که این تمرین رو دارید انجام میدید، به هیچ عنوان به شعور و درک همسرتون توهین نکنید و کاری رو انجام ندید که بازگشت براتون سخت باشه. مورد سوم اینه که ولخرجی ممنوع. شرایط مالی همسر خودتون رو درک کنید. یکی از مهمترین دلایل خرج نکردن شوهر برای همسرش ممکنه این باشه که اون زن ولخرجیه. ولخرج بودن باعث میشه که همسرتون این گونه فکر کنه که شما نسبت به شرایط مالی اون بی‌توجهید و اون رو درک نمی‌کنید. سعی کنید خرج‌های اضافی رو از زندگی خودتون کم کنید. وقتی شما ولخرج باشید، همسرتون از دادن پول به شما امتناع میکنه. اما اگر شما یک زن صرفه‌جو با درک مالی بالا باشید، همسرتون از پول دادن به شما فرار نمیکنه و با کمال میل به شما پول میده، چون میدونه که اون رو حیف و میل نمیکنید. مورد چهارم اینه که از همسرتون تعریف و تمجید کنید. به شوهرتون بگید که چقدر خواسته. هنگامی که از همسرتون پول درخواست میکنید، سعی کنید مهربانی و محبت رو چاشنی رفتارهاتون کنید. از اون تعریف کنید و خوبی و محاسن اون رو بیان کنید. به همسرتون بگید که با اون احساس راحتی میکنید و اون رو بخش مهمی از زندگی خودتون میدونید. به همین دلیله که میتونید راحت نیازهای خودتون رو مطرح کنید و از اون پول درخواست کنید. مورد پنجم اینه که فرصت بدید. یکی از مهمترین سیاست پول گرفتن از همسر اینه که همه نیازهای خودتون رو یک باره به اون نگید. همچنین به اون فرصت بدید تا بتونه درخواست شما رو برطرف کنه. اینکه شما تمام نیازها و درخواستهای خودتون رو در یک زمان بگید و انتظار داشته باشید که سریعاً پاسخ مناسبی به نیازهای شما بده، این اشتباهه. همسرتون نیاز به فرصت داره تا بتونه با برنامه‌ریزی کردن درست نیاز مالی شما رو برآورده کنه. مورد بعدی باید این موضوع رو از نظر روانشناختی بررسی کنید. برای متقاعد کردن همسرتون برای دادن پول از عنصر روانی درخواست پول استفاده کنید. وقتی در کنار همدیگه‌اید، کلمات شما باید محرک باشه و زبان بدن شما باید پرشور باشه. البته منظور این نیست که اون رو فقط برای به دست آوردن پول دوست داشته باشید و یا به همسرتون تنها وقتی که پول میخواید محبت کنید. در مکالمات خودتون از کلماتی مثل عشق من، لطفاً، کلمات عاشقانه استفاده کنید. زبان بدن شما میتونه پول گرفتن از همسرتون رو آسان‌تر کنه. اونو ببوسید و یا در آغوش بگیرید. البته داشتن رابطه عاشقانه باید در هر مرحله از زندگی وجود داشته باشه. مورد بعدی اینه که بخشنده باشید و در برخی از موارد خودتون خرج کنید. اینکه شما دائم از همسرتون پول بخواید درست نیست. اگر خودتون نیز شاغل هستید، پس گاهی برای خودتون و خانواده خرج کنید. مطمئن باشید که همسرتون این از خودگذشتگی و بخشنده بودن شما رو میبینه و شما رو تحسین میکنه. این کار شما باعث میشه
که دفعات بعدی که درخواست پول میکنید اون راحت تر به شما پول بده. قدردانی از همسرتون رو فراموش نکنید. اگر بدون اینکه به همسرتون بگید پول میخواید اون به شما پول داد و یا به هر طریقی شما رو خوشحال کرد، قدردانی و تشکر کردن رو فراموش نکنید. قدردانی شما باعث میشه که همسرتون باز هم این رفتار خوب رو تکرار کنه. اما اگر شما نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشید و یا توقع بالاتری داشته باشید، همسرتون دیگه این کار رو انجام نمیده. دقت داشته باشید که قدردانی باعث میشه که بیشتر خوبی ها رو به سمت خودتون جذب بکنید. مورد آخر اینه که به هیچ عنوان به تهدید متوسل نشید. برای گرفتن پول از شوهرتون هرگز اون رو تهدید نکنید. شما باید بدونید که چجوری نیازها و درخواستهای خودتون رو به همسرتون ارائه بدید. هرگز از تهدید به عنوان روش پول گرفتن از همسرتون استفاده نکنید. این کار شما ممکنه شرایط را سخت‌تر کنه و باعث لجبازی همسرتون بشه. و مردها از تهدید شدن به شدت بیزارن. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً اگر دوست دارید که به یک خانم جذاب با سیاست تبدیل بشید، کانال شیطونک رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید.